هتخدم الرياض زي الريتا يسلم زشته يلا إمام نظام تقول سلام هات السلام ها خوبه بقي خوبه سلام آمینات سوری آمینات بر اخلاق ها چیگی صوت خرابين بادارشين شايين چیگی خوبه سلامت خواهی خوبی انشاءالله اگه خواه قیمه بیکارن حیرنه حیان دست در نکنه شابار بوخشید نوشن میدادی کنه ناراتی صحبت چه باتو میدادن ترخوی جونه لا دست در نکنه ما بوخشید میخیم که تازه جونه برسن میخیم چی دست در نظام نکنه کسی و مویان برم دوی کسی که دست در نکنه چیگی خوب سلامت خواهی آقا میداد که چیگی شد فرخورد او بیان همیشه من یه چیزا نمسکه دست در نکنه ناراحتی چند سمی جریان سی جریان میخوان ناراضی چی واقعا قابل حله مثلا بخوای خط ناراحت کنی رویت بازی با مدعی مومه نشست ولی لازم رو یا نه اصلا این فکر دادن کل مردم جهان همچون دقدقه اینمو زنده شده نه فقط ولی از چون دوش میلیون با من داشت انشاءالله درست شد خط زیگی تخند انشاءالله نظرتمون دوشی والله خو شرفين باش صلاة شدين يسو ادعاء جرافت شنو ولا انا من زين حالا تسوي تا خود او بخین صحبتش کنم چون ما یه چند چیز مهمو چه خوش کنم دست در نکنه شاید موجود وقت من شفتين انت شابش بس چه خوند نه فقط زینب خانم هم دلالی بخش آمین دست در نکنه بوخشید نظام هوا خیلی گرمه ها هوا جل مثلا جا خوبی هم داری این تخت و بارگاه و زام فهمی داده رفته خونه خوبه هایی هر صحبتش میکنه انشالله خوبه انشاءالله درستی بود سلام خب ما در خدمتونیم پس چه دیدین ایشان رفتین صحبت ویدی چه دیدین چه والا ما باش صحبت شدیم بنده خدا هم همینه که رقیه ایره که آقا روزی 10 بار مثلا یه غذا به ما مثلا فرقونه پریچو ما خب حقیقت دوشل دیون با ولی طوری نی ولی خب مثلا بنده خواهد آقا دیون تا روز آخری دیگه محل نینه و واقعا گوش او چیزره اینه یه خورده خم داشتم جیرشی دام گم پر رقیه درونی که بنده خدا حالا هم هر طوریش ها دستوری بیمان در خدمت حالا گیم دوش برای او رو ما هم ردیم حالا دستو در نکنه بالا نمیدونم چلا یه طوری باش صحبت کنین که تناتر ویای برسته نه من ایمان آبرو دو چه خرابی ولیلان بیاری رو بیاری بشین صحبت کنیم این نومه رو زیان توتون ولی لا حقیقت یه چند کار داشت کارش هم همه چیجلوی آزار سوفودی و خشت اینا و بعدش هم یه شنسیمانی چاق شدی حقیقت اصلا ما یکی خمم بگیم آقا بیو تا بریم و شنسیمان تیر سفته بود هم خدا خشش نیوم انش ها بوین هیچ کنی بیا غرور داشت یا نومه رو یا شانه چسی حساب
نه چه نه اینطوری نبی یعنی کار ولی واضح‌تری رو بی؟ زندهش خب واجب‌تر ایترس بیایه قبول دارم حالا البته دیگه تو بخواست ایتنی واسالو حالا یو با خدا فکر کنیم به خاطر غرور یا مثلا اسمی بین نبی نه ولی ویلا خیلی ادعا داره فکر ویلیسیه مکنی. میگه نوملی رو نه نه فنای کارش بیا خواه سیمانی صاف چی بیخشت اینا بی ما بیوست حالا ده کارش اینقدر واجب بی چی نترس مثلا بیایی رو بالاخره دیگه مزرعش ول بی هزار کم زیاد بی کارمون هونش ول نبی. بی بالاخره یه نفر آدم و با یه ما ایشا مزرعه غیر گذشت هزار آدم رازل او باش هست از کار هونش بیرونش درست بیچرده دین آفتا ایایی توری نیسته میلاد را چه هجیری دنن بشه به نظر هیچ اشکالی نه یه جیر نیست باید بیومد اتی اونش رو ول نگی بی کار بی وقتی جریان شطوری بی ایشان بیا ایرو شاید نشم بخواسته الان باید بیومد اگه خوش بی احترامی و ساگوچی نام ایرو اصلا نه بخاطر همین بچهش چون من ایگام خان سردش کنم و ایلا ادعای جره نه بچه میخوام این بچه دیوره ای خامش اما ایگام شاید نبی کار بود وای جون چرا نبی کاره من ایترستی بچهش بیای خو من ادعا داره و ایلا فقط حرف میزنه انچه ویت کارش عمل نکنه هلا دوش خزری خواست شیرین ندار چی تنه تو زیز شیرینی و قاری وش استبانی و بیوش خوش شدم چون نتیه خوش داره نتیه بچهش دارم وقتی شتیاش نیاری دست خود سر صحبت شدن بکن و سوگی ویدا باید مستنی بره ویدا باید مزدندگی نیکنه هلا من نخوام بگم با من زندگی کنه لا راستی بچهش بیمره حتی ما راستی بگم با اینا غریبه ترین ولی لا مومنتی تو مثلا همون چی گفت بالا جمعه ما را مورد دوش از احترام داشت حتی رفته خواست وریست بیا ما خون قبول نشدن ما تا ولیدان بیان میرو الان هم دوباره الان کارش سوق ولدان بیان شیره ما ری تو شرمونده هم ولی هر چه بوشا بزرگی ایطور هم مگونش آقا مثلا واقعا ولیلا عقده داشت نومیر یاخنه بالا حسابش نه ایطوری حالا میخوام ولیانش ناسام دینو که الان نبی کار بی فنای کارش بخلا ایشا بگو اصلا 100 تا کارم داشت ایترس خی بیایی بس یه عمر زنده ایه ویلا رحمون رو واسط فقط دلالی فرسته فهمی دلاله چه فرسا ایشا حیاشونو داشته بود احترامشونو داشته خب خیشم میتره بیا وقتی زندهشو بخواه خیشم میتره بیا صحبت کنه انشاءالله درستی و بوده یکم باید سر داشتمون کوتاهی این کار درستش فهم ایشا باید باشین اینه هیچ صحبت بیشی کرن مریتو نه تخلا با اینم بالاخره همه چی عقدشون طوری نیست کامیت سوی برای چی دست در نمیخواه زمان در نکنه آمیلاد جان خود یه بزرگی کن تا بریم رو می اصلا جریان سی چه که احترام واضحه حالا سیکو بیا سیکو ریتای بوسان ده ولی لا تقرار ولی لا بیرو ایده بشی ولی لا ایس احترام نداره چی بیایی را تا بشینه مناری اصلا مشکلش چنه حالا ایره مورو مشکل برده ریتا بوسیون ما تو بزرگتان 50 سال دستم در نکنه ای تا نه چلی دستم بریس 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 سر ریتا بوسیون سیکو یه بار بیان ریتا بوسیون نه دستم ریتا بوسیون دست در نه بری دستم در نکن خیلی ممنون بیا ریتا بوسیون و تم بزرگتر رو این چه مدر خاتمه بده ممنون دست در نکن خیلی ممنون میرم میخوام یه بیایی سیکو هتخدي مريها زي ريتا يسر بوسي ریوت زیان بعد زیادی کسی دوید اصلا زشته بدی چه احترام نازلای صدا بشینه به دست در نکتو میرم دست ما در وقتی نکتو جفتن و 50 سال من نباید زیادی کسی مادر زشته اصلا باید حیای منه کنی اصلا میخوام برو تو بوتون متش او تش فرقی کنه احترام هیچ واضح فرقی هر کنه. کاری بود انجام میدیم نه دست در نکن چند روزی طبري بشید طبري بشیم ما جو بيقولش بشی خوابه نه جهان خود یه ریت بوسیون چند روزی میشه ماش بخیت هم بشی بخیت هم بشی تو با هم بشی تو با هم بشی میرا هم بشی زیره میرا بشی زیره
چرا پیار بین تا بریم بریم باید زای پنج بود حالا خسته نبودم بفهم برای هم بالا سر بشینی یه اول یه کنیم آمیلاد یه دستمنه با بله بله دستمنه با میلاده باشه ساش بشین تا نه تو رسید السلام علیکم آقا خوبی خوبی سلامتی سلامتی حال احوالی با لیلا کن بریم بالا بشین تا دست اومد بشین بالا بشین بریم بالا بشین تو باید آوی چویی انگار سیمون تهلا نزه یا دیگم دستش بند گفتم شاید نبیکار برا بریم بالا تاسی تو تاکی برا بالا نه زرشی بریم بالا کتا آوی چویی نیایت هیچی کنی که بچه دون سی تا سیمان بدم ایشا بشین آمیلا 5 دقیقه بشینی تا ما سیمان رو تمام قیمه قدر مفصل تعریف کنیم یه چه سیمان چاق شد خوش کنی حالا 5 دقیقه تو با آوی چوی بپذیره تا مینه 2 دقیقه باشم بیاد اینم صاف نیچه بریم پرسی بار نیست دستر ماله دستر ماله چشم ماله خامو تو بکشه یعنی یه ذره یک ماهونی همون شکیه خندد میشانه بودم الان نبیکاره ما من نشستیم سیمان ساختنه تا سیماش تا ممکن ایا بی امتی کنه بیامیتی یوم اول ادش ما بسیم میرو بعد شمنه و بیزیتا مومونه یه آدم جاپوی اومه بیستیمو اکثر به احترامش واضح بدید تا این بی امتی کنه زندگیش یعنی با سیمان بیازش داره سیمان تا کنه سیمان خرابه و دست داره هم مقصر ما فقط
اوی چوی مردم پذیرای قبل هدا یا بیتمو کن بدش کن دستش روشی بیاد ببینید سر اسمت خون دست حاضم بگو دروتونه چه خب الان لو تا بینو آتاش شد خیلی خشم هیل لگه بشی جان تکبر بشی اصلا این شا الان ایده میماری هستی چه؟ چه بخن؟ چه بخن؟ شما چه بخن؟ کود چه بخن؟ بخن چه؟ بیا بالا
برو خود میرم خواهش گلاسی باید چای بخیر میلاد جا خواهد کار چای بخیر خدا عمرتش ما حبیلات شونه بی بیر بالا جزئی. بیر بالا راز بیر بالا این ما ده ایره باید نمونه پذیرایی کنیم ده ما باید دست ایمان در نکنه ما میمون بالاخره هم مهمون اینها یادتی یه چای بخیر پاس بچه نه میلاد چای بخیر تا سر کپا دیگه باید میلاد چای بخیر یا منزونی گیری بیا نه بلش کدام استاد یا استاد نبچ مصرف داشت کن میلاد بخیر تا خیلی نه میلاد تو بیخواه زور بزن نه زور بزن بالاخره بچه دار نخور باش خامولا ولیدا یه هم زینت تو یه هم خسیدی هم برای خانمه بله حالا از راه فرمودن که با ولیدا امریت این نابیا و اینگون با دستش بندی چند مویدون هم فرمود بازم اصلا دستش بندی یه خطر مونه نه غریبه یه چیزی جیری دی آمیلا یا خورده چوبی جوش خواه ما هم دیگه حقیقت ریشه بوسیدیم جلسی چیزی دوش همشون بیا حالا درد مطلبتونه بگون رو در رو بهتر شفافتر از مطلب اینه که آقای برز اینو به دوست دویشو آرام نیستن دویشو خود آرام حرف نه ازش همین الان الان خواد ضربه دویش درست به نخواه دویشو بگم آقا دویش زن محترمه زن احترام داریه با آبرویه ولی اینه خوش اصلا نه آبرو ندارن نه احترام ندارن طرف باش و مهربونی رفتار شدم ما و گناه داشته شدم گفتم موقعی که حامله و بی رو در رو نداشتم دست هیچی نینا گفتم مثلا حق شد خیلی رو گفتم حالت بره استراحت کن نزدیکش شد نخونی حق بکنم شن خوبی و نساختن خلاص عدانی تو خانه سازه هزار رایت نسازه بچه دیوانی رو به تستوایی ساخت
اصلا میان دیگه همون توی دوش تا حالا دست راحت بیا زوبه سیدیانی رو هرچی اون موقع هده پانی رو زوبه زده داری این قارنی شویا داری بیدین شوی دو دیگه کارش رو بیاست بیام اون چیزی باید خراب کنی داری بری گفتن مال رکا ما اولی عالی بی اون چیزی جون اینا سیش و من کار چیه و دسته شفرات بعدش بحث دیوری چطور فیت دسته شفرات هم تلازم خود چی هست؟ نوع لا تحت فشار کار و بدبختی تا خیلی دسته شفرات دوری در زیان بید بسید دیویش بعد هنو ناش نخوبی چنان رو ما بسید چینی ها البته خوابیارو باید هیچ کاری نکنم دسته چینی ندارم این باش هر وقت ناراحت بیری هر وقت اذیتی رو بیری کار بکن بعد چند روز دیدیم تا نه ناشه یک کار رفتاره دیگری که اصلا نیم باید زمان آره بیار شد اما نگاهی خلاص یا این سنما خیلی زندگی کنی مثل خود باز برخوردی که ای ترواز زندگی کنی این ترواز کنی در بدیم من اونو حالا تیتو گفته این همش حقیقت داره میگم الان حامله ام نمیتونم تمیز کار من انجام بدم ولی لا فرقونه این دست ما روزی فرقونه ایجان نام دست ما فرقونه پر بی و میگه فرقونه لیش نیه خب مثلا میگه زنیوم الان به زور فرقونه زازا کنده فرقون چون خالی به زور ای برمش وزیده پرشه ایگه اتناش کو این نمیده الواس تمام از اهل درون نیست تمام از عمد این کار برشه یا یه چیزی بیشه مثلا بگم ها و قصدی کار برشدم که بفهمی کار بد انجام دادن یعنی تاوان حالا گذشته سای گذشت داشته به خاطر بی دویش چیتونه مادر رای آوردیمش بگش حالا گذشت کنی اگر تو مثلا یه در حق تو بدی چیات در حق به گذشت کنی و یه سر سازش کنی و بالاخره اوزین زندگی کنی الان بالا دیگه نظر آقا میداد اول بار حرف دهنت رو بفهم که ببین تو این نکنه سزا نشستیم ببین اول سه حرفی زنی او سه وزن بیارش چرا هم به خاطر تو امام میرو چه الان احترام نینه و فکر سیمان نشه نر یا سیمان خرابی بو یا نه سیاری چه نیاتی ما بشیم نری حرف حسابش تونه یه رقیه هم حرف حساب من اصلا حرف ما همیشه حسابه فعلا صبر حرف ما همیشه حسابه حرف جنابالی حساب نیست نه به تو حرف شو بزن نه سیکو ما نمی بس کنیم به تو حرف شو بزن همون طور شو آقا واسا گوشت هم گوش کن بله بفرم رقیه هم الان حامله ایه باید بیره بشینه تا به سه دنیا بیایی نه دست آشپزی بنه هیچ کاری انجام نه یه لیوان او هم نباید بلند کنه حرف مزد تد سب نباید هیچ کاری انجام بده تا به سه دنیا باید کلی کاری رو بیلا انجام بده تا وقتی که به سه دنیا بیایی دیده چی کاری انجام بده ما داخل یه خیلی نیو مثلا او چو بخوا خوش بخره باد لیلا بیار بهش نه خو یه چی لزبوزی پای همون فرقونی چی آقا پری چه و لزیو هم بس بالاخره هم ولزی دوری یه پیشنهاد دی یه نیبو باید چون طاقت داشته باشه هم باید چه بکنی بسازیم تا کار زور در بیاد چه نیست خیلی با شرایطی آقا موافقی مخالفی ستوری حالا توصیه کنم شرایط آقا یه آرم چه نیرزی چه زن و زیاد اله چی رفته بزنی سره بوی شرایط مثلا به شرایط میایی که من بشینم مثلا این کار کنم یا هم بشین ایرو لیوان اونم نوم دستش شرط ما بیشتر نهیم ما خیلی نگو همیشه وقتی چه حامله‌ای باید این کار حامله الان دوید بالاخره حامله بیشتر نوه این نوه کار دیچه گذشته رفت گذشته ناره بحث ما کار نیسته مثلا کار اینا را ما هیچ وقت کار مردن نیر مزن هیچ وقت همون چی گفت وزن کار لیش نیخوام ولی زنی که بخواد زن بوزی دراره سر میرش ایما وقتی دو نفر ملا البرز مثلا زنی میره بون تصمیم شوینه چی تا آخر باید زندگیشون رو بسازه قرار نی مثلا بشینم یا سر هی کار کنم یه بشینه او رو هی بخره قرار زن مثلا سیت بسونه زن سونن چی بالاخره زن و مرد باید زندگیشون رو بیارن بالا روز اول هم شرطی ما باید صحبت کردیم همین حرفی که من با شرایطی سازم و فلان و بیسار و همین من نبی
حالا هم میرو با این شرایط ایتره زندگی کنی من دارم کار میکنم شاید برم سر کار حالا برای تویم سوا برم سر کار باید کار هنر انجام بره باید مرتب بود باید تمیز کار بود باید این کار همون چیزی کار هنر قشنگ نه اصلا انجام بره من وظیفه‌م اینه که درآمدی داشته بود یه نون یه چی برام تهیه بخریم ایا ایتره در خدمت شیم نیتره هم به سلامت بچه‌ای دارم هم و بچه هم نیتره مثلا کوچه ایتره آسیب بخیر نیتره باش وارد کنه 1 2 تا به دنیا هم بیارمش تی خون دنیا هم یوش خود البته تو در چی می‌خوای حالا در نیرمش ایتره چه بدر بخیر نه حالا هم دیگه دست همون چی گو یه این منه قبولی کنن در خدمتتون البته دست بار هم میده هی و میره مزام شو بینه اذیت کیو بی وظیفه قوله جنابالی هم اندازش هم خوبی گوی یه چند درصدش هم یه خورده پرت پلای گوی ولی آقا میلاته هر داشت بریگو تا بگو آقا میلاته ده یه شرطلی نیچه اصلا بخوام حقیقت پیامی باید مادر تا میگه آقا واقعا همچنون چینی پرت دوری خیلی زندگیشون خراب زندگیشون نخوام خراب مدونم فکر راه کن الان این شرطی که داری گفت 100% الان خوش سکوت شده خوش باش گفت این لباس بگوی سیکو مخون گفتم چون تو به عمد من اذیتی کنی این کاله انجام میدی فرقونه بیا بیا مخون باش گفتم خود باش گفتی ولی نه خود کار پیشی بگید دیو هیچ مدت حال حرف دنت بفهم ایرو هیچ کن هیچ مدت زشته 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 حرف دنت بفهم زشته ما خلومه بس که زشته تو آبرومانه باش آبرومانه مردم بزرگ جوری میره تو نه خیلی نونی نابلر کندم من شفامی تا کوسولی رو زشتش بشی نه حرف مفتی زدم مردم اصلا بزنیم ما دلیری بگو تو سر ذاته یا آقا هیچ کاری نکنی بشینه بمون گوش مردم و گوش نه اصلا قولا بشین زشته نه چیزی خوش بشین میلا بشین ما داریم حرفی زنی یه کاری حل کنیم نه جایی بزنیم بشین اصلا اصلی کنی اصلا اصلی چریتی الان تو بشین آقا ما از بابت آقا اصحایی کنم تو بشین واسه که غلط چه بلا مدام مردم تا آبروی منو داشته و مری منو با پاس حرف مفتی زدی اصلا بخاطر این مادرش اصلا کار خیلی بده بشی شما نشستی به حرف مفتی زدی الان تو بشی بخوام میرشینم بشی تاسه بشی رو زشته سیماهی ماهاش اصلا هرچی بگه خیلی بده درسان الان مقصرم تنین نکنش بزنیم الان ما داریم حرفی زنیم مقصر اصلی چریتی چی ما رو آوردی ایرو الان ما خواستیم به یه برسیم ما خیر خاطر نه بقانه ما این چیز بکنیم چه حرف دانش نمیفهمه هر تو داغی کنی یه شگوتی بزن این نباید کار کنه داغی کنی زیر یا زشته یا حرف دانش نمیفهمه الان ما خوب از رنگ میدد سوادی کار کردی خب بزنی دوش ایره درازه شدم این خیلی باز درازه رو میواسه مدیره گوین حرف مفتی زنی این هست دوید هست استرایک عجیب خدا سر شاد این دو مسایده من چه فهمی چه کوسو من خفه با خاطر میدوی چه ایگو ای آدم بزرگی رو واسه وقتی ما اصلا نمی‌ایم زشت با خدای توری دوست نداشتم اینطوری دست در نکنه باز بلا تو بشه زمین اینطوری خیلی سر دستونه بشینی که خب صحبت کنی منی و توافقی رسی شما میتونی ماشینه حرف مزدرم اصلا سعی کن الان تو چه کاری کرد تو یه خوش تصمیم با دویش اگر این شرایط پذیرن هیچ عددی نیست که بخوای تصمیم بگیری جوشه چه به دست مبو ایگون کار زنده ای تا بکو کار زنده بکنم ولی نه این کار سخته یه و عمد من اذیتی کنه حالا ماشی کن چی کار و سخته عمد اذیتی کنم همیشه و همیشه نه یه و کارت عمد اذیتی کنم دروتن اذیت شدم خو هم اذیت شدم خب درست دوست داشتم اذیت شدم سی اذیت شدم خود چه در ردی بخوا خود شدی دست تا سیستم یه چیز رفت شدی گفتی کار وزرای خفه بود الان بس می نگینه بس می یه نه خب بس می نگینه بس می آروم است تو سیستم یاد ساخه گونه باجا خوش چردم
خب من چیزی هم مثلا خواهد دقیقا شدم میان بالا من خواهد شدم بگو لیش بوزی که شما لیش هیچی مگو لیش هیچی بوزی مگو دروری لیش بوزی تدا بازرا یعنی تو هر روز میزنه ما خالتی کنه دخالت نه عذرای بعضی وقتا احساق هم یه دیوونه خود چرا اصلا روزی چه میرا یا نه. نلشش واسه احساق آرام خوبی درونی خواسته ها احساق تو درون خوبی حرف نه مفتی زنه احساق یای احساق ذات جنده کنی سازنده اصلا من بعد یه غمه رو گیلار کنه اومد در قارون داشت تی خیرو تکون بکی حرف ده دلم خواست قانونی بر عذرای ها یای بکی حرف ده. یا مثلا اما اونای جان میتونه هاش پرسی بعد یا باش مثلا ذات در جیری و چی درستی کنه مثلا دروی که مثلا من دست من خینه تا برم مثلا ناراتی بود اینا جو خبر گذشته یه داشته خیلی مثلا ایگه سیستم اذیت شدی اصلا من این اذیت نشدم من درو اذیت شدم هم سی کارلش خاطر دوشی چی مگه اصلا اینا دویش جوش ولی برای شانس سر زندگی تو حسین زندگی کنی ماش گفتم شرایط میگنه باید قشنگ زندگی کنی رفتارش مؤدبانه بود ولی نشینش مؤدبانه بود وقتی مثلا داریم یکی مهمون یا چه اصلا بگه عذراش بود چه ایالش بود چه مثلا زنابالی بود مؤدبانه مثل یه زن با شخصیتی برخورد کنه نه یه زن روانی دیوونه همچون کسی ایترام وای زندگی نه کنه من ریای ندارم ولی هم کسی که مثلا بخوای لیش برخورد کنه لیش زندگی کنه و درو مثلا بگه بگه وای وای دلم به خاطر بچه مثلا سوء استفاده هم میکنه من که مثلا میخوام خیلی زنگ تری حرف بزنم میگه مثلا کار نیتونم کنم دراز و بیرو بعد من آخرش مشخص بود که نه یه داره کار کنه درو همین دیگه سر به حساب میگه میتونم کار کنم میگه اصلا من شده دور نیدش بعد ایسام یعنی ما درو کردم یعنی میشه سال کنی اون سال خدا خودت دیدین بارون هم نبی وقتی زمین 4 تا کنی سی خرج مو چیگه نون زمستون مو دیم حساب ها قهن زوبی شدرو مریض بین ترسیسه تا اینا باید بفروشنی شهر بجانی خرید کنی راستی که رخه تبي ناشو بيمتو إساق وأزرعينو وأزرعينو كلا إيه صارتنا كلا سيختو ما 4 تا کنی کلان سال گیری یعنی خب گفتم متشارجني توی ما دست هم تاچینی یگینی بود گفتم تا 2 ماه تاچینی من ای توی دومینی توی ال خام راست شدم خود از آن هست گفتم ای توی دومینی ناره بود ای 4 تا سی خرج زمستون دیگه نه ای توی 4 تا نبود بالا خشان نباغ يلتنا ببروتينه هلا تخوصي شيء خوصي برای جامعه ماش گم مریضم میخوام برم آزمایش برم همراه تای دکتر آزمایش صدت اون داشت اون گفتم من وظیفه میتونه برم تا دکتر ای دکتر دوشو انجام بدم نه دکتر درو چیزی نبردی نه درو نخواد واسه کن تا خب ده برمه نه چیزی من رو الان با این شرایط اگه دوست داری هی زندگی کنی یا سی زندگی کنی اگه دوست هم نداری گمی بو نبینوتی بازم این حرفی همین حرفه بجازش هیچ مگو که تنم بود همین حرف اما تو داری بری خیلی پچیزه هیچ مگو فکر میدونم مزه. حرفون حقه وقتی این حرف حق بود قاطعی گمش خاطر دوش اصلا هیچ چیزی نمیگه حالا بخوام نمو می آدرس که بگم چه هر بلایی فقط تصویر هر بلایی مقصر ایشانی خیلی کارت مقصر اصلا ایمان نیست. انجام بده چی نه حامله بی این زنگ حامله کاش نه انجام میوگو ها یه بود ریش بطور رختی واسه میگه خب دویشو چی هم برم می برم شو بسیم باید زندگی یعنی شرایط پذیره بخیه میرواست یعنی پذیره هم نه شاید تا شرایط بدی نی خدا منونم بگم سیره دیدی یه چند دوری میدم یه خورده شدیش ولی گفتم خودت که بابرات تلال است خدا میخوام طرف دوری آقا کنم تلال است خورده شدیشی بود یا شرطش هم تا 90% شد واقعا ما قبول دارم 10% اون قبول ها خود لجبازیشه اگه هیچ اون مخره مثلا به دیلا بیاره چون واقعا خود فکری کار کنه جب بکنه هم فشار شده خیلی هم منطقیه یه منطقیه یه خود یه دلیل یه رتیای زندگی کنین تا آخر عمرتون من نیخوامش با این شرایط من نیخوام فقط بچم هم حقیش دستتون داره تا موقعی که خون و دو بیار مشته خون بزنم مثل مرض دارم مثلا بچه تنجو بکنم حالا دیگه وظیفته بچه نباید وظیفه اصلا وظیفه من نیست که بچه تنجو بکنم شرایط بسیم اگر هم ناراحت گیرن حتیتی بسیم یا تابرین تا این هم واسه اون زندگی داشت زندگی هر شرایط قبولی کنه
شرایط سنه خواهی زندگی شبتنه استر هونش واسه تازه اروسی چردنه زندگی نیست یه زندگی یه بعد مجازات بود آیا سر کار خنیو بود هرچه کاش کنه زندونیه زندگی باید یاد کنه نهی تبر که ایتان خودتو ما هم میرنیم اجا شرایط پذیره رخی همیدی که امری خون بکن یا آقای من نیپذیرم تمی رو میشه راه نیپذیرم یا خمسون میدونم و اصلاش گذشت بود دار با همین که ما گفت شرایط پذیره تایوان یعنی تمام خیلی شرایط همین شرایطی که ما گفت تنه واسه زندگی کنی میتونم هم به سلامت ورتا بخی ماتی بتونه خیلی نه پلوچه به دستم صاف هست دارم سیاه چی دست خود سیادش نه بله دست همه با الان سال ماشه و هیچ قانونی هم نیست سیادش یا برو تا زمانی که شش ماهشم بود بازم میسید چیکار دست نیست که سیادش در هیچی بس فقط دست نیست ایشان بشه ماشتا شرایط ایرانی باشه اول مال منه 4 ماشه هم هیچ قانونی هم نیست سیکون ایشان بره ماشی بره ماشی تاسیمو بره ماشی بره ماشی کرده زشته ببره ماشی مایزی من ماشی برش که ببره ماشی زشته آیا میسی بکنم من بسر جا نزنی یعنی چه چه میخطر اینا با قرآن ششرینو آیا حرف میزه غلط چه حرف زدی؟ حتی که ما ریسوی مردم سساشو بزن کاره چه حرف زدی؟ آقا نیبو بره از غلطی نیتری کنی بره سرجان بره سرجان من دنیا هزابو جرم پایلو مجرد خطه بره بشه ماش بره آقا بره سرجان بره سرجان حتی که دیگه نوری بره چه یعنی چه آقا ما گیمی طوری کنه یعنی چه اما گیم باید خوب بونه باید جر کنه غلط هندل کنی که مابو بطن سیاده کنم مسئله چیه؟ مسئله بطن خواهدی کنم یعنی زون تایجرم باز